بسم الله الرحمن الرحیم. با همه دوستانی که عده چراغ می افروزند و عده هم خاموش می سازند، به همه سلام و هدایت. منظومه ناموزونی را تحت عنوان نغمه بی صدا به سمعتان می رسانم. نغمه بی صدا. او که درون سینه ام نغمه بی صدای او، نغمه بی صدای او. او که درون سینه ام نغمه بی صدای او، نغمه بی صدای او. کرده جهان را پر است، کرده جهان را پر است شور و سر و صدای او، شور و سر و صدای او. وا چه عجب پرده، وا چه عجب تاره ها، وا چه عجب تاره ها. مرتعش و در اهتزاز، بیخبرم براز او، بیخبرم براز او. بیخبرم چه بیخبر از خود و از جهان خود، از خود و از جهان خود. این چه عجب سروده است، رقص کنم به ساز او، رقص کنم به ساز او. نغمه به صدای دل، شور و شر و صدای دل، شور و شر و صدای دل. ساز کن ای خدا به من، پی ببرم براز او، پی ببرم براز او. خفه بکن صدای خود، گوشه نشین خفای خود، گوشه نشین خفای خود. باش بشین و فاش مکن این همه رازهای او، این همه رازهای او. هیچ نهی تو در میان جمله این سر عیان، جمله این سر عیان. هیچ نگنجد زمان با قلم و لفظ و بیان، با قلم و لفظ و بیان. مرغک بسمیلی تو در قلزم خون و خون چکان، قلزم خون و خون چکان. هیچ نهی هیچ مخان قصه این کون و مکان، قصه این کون و مکان. یوسف گم گشته وطن بشکسته بال در این چمن، بشکسته بال در این چمن. مرغ به خون خفته ای طلب مکن سر سخن، طلب مکن سر سخن. سر تو بنی به سر غیب، هیچ مگو که این چی است، هیچ مگو که این چی است. آنچه به تو عطا شده فیض حق است از الست، فیض حق است از الست. آنچه به تو عطا شده فیض حق است از الست، فیض حق است از الست. با معذرت از همه بزرگان اهل ادب و قلم که چند لغت را در ذیل توضیح میدم. مرتعش یعنی پرش های موزون و به سرعت آلات موسیقی پردهدار مانند طبل، دهل و ارمنیا و غیره. و اهتزاز لرزش های موزون آلات تاردار موسیقی مثل رباب و تنبور و سیتار و غیره. و قلزم به معنی دریای سرخ که در اینجا قلب تمثیل آن را می کند. و در مورد سر به فتحه یعنی به زبرش به معنای کله، و سر به کسره یعنی به معنای رازهای نهفته و پنهانی. امیدوارم که طرف قبول دوستا واقع شده باشه. خدا حافظ و ناصرتان.